درود و مهر به همراهان کانال مسافر تاریخ. همونطور که در قسمت‌های قبل دیدیم، مردم ماد بعد از تحمل صدها سال ظلم و ستم آشوری‌ها بالاخره متحد شدند و دیاکو رو به عنوان اولین پادشاه خودشون و ایران انتخاب کردند. دیاکو اقدامات زیادی برای آزادی مردم انجام داد، اما در یکی از جنگ‌ها اسیر و تبعید شد. آشوری‌ها بعد از مدتی اسارت اونو آزاد کردند و دیاکو دوباره پادشاه ماد شد. حکومت نوپایی که اون تأسیس کرده بود نتونست به قدرت 1100 ساله حکومت آشوریان چیره بشه. اون بعد از چندین سال حکومت درگذشت. اما دیاکو فرزندانی داشت که مثل خودش آرزوی نابودی قوم آشور و انتقام از اونا رو داشتن. و حالا ادامه داستان. بعد از دیاکو، یکی از فرزندانش به اسم فرورتیش جانشین پدر شد. فرورتیش با اینکه اسارت و تبعید پدرش رو دیده بود، اما همون راه پدر رو دنبال کرد و به آشور اعلان جنگ داد. اون که قبلش فرماندار ایالت کارکشی بود، تونست یاری و اتحاد مامیتیارش و فرماندار 10 ایالت مادی و دوساننی فرماندار 10 ایالت ساپاردار رو به دست بیاره. پس در سال 673 پیش از میلاد و نزدیک نوروز قیامی رو علیه آشور ترتیب داد و ریاست اون قیام رو بر عهده گرفت. از اونجا که این 3 نفر در آن واحد وارد عمل شدند و با پادشاهی سکا و مانا هم متحد بودند، قیام به سرعت گسترش پیدا کرد و از مرز 3 ایالت اولیه هم گذشت. به طوری که در اوایل ماه اردیبهشت لشکریان فرورتیش تونستن به ایالت مجاور کیشسو برسن و دژ اصلی اون ایالت رو که به همون نام کیشسو معروف بود و محاصره کنند. محاصره قلعه ها و دژ ها همچنان ادامه داشت و دژ های دیگری به نام های کاربیتو، دژ سو در ناحیه زنجان کنونی و دژ خارخار در ناحیه غرب همدان و مرز ایلام به محاصره فرورتیش و متحدانش در اومد. بالاخره قیام کنندگان به دره دیاله رسیدند و فرورتیش آخرین گردنه های منتهی به جلگه میان رودان رو تسخیر کرد. اینطوری بود که آشور تمام سرزمین ماد به جز زاموا و پارسوا رو از دست داد. محاصره این دژها از جانب مادها بسیار مهمه، چون علاوه بر این که نمایانگر یک روش جنگی جدید مادهاست، از تحول و انقلابی بزرگ در زمینه استراتژی و فنون جنگی مادها حکایت داره. بیشک مادها در طی سالیان جنگ‌های پشت سر هم با آشوری‌ها این تجربیات رو آموخته بودند. از اوایل سال 672 پیش از میلاد، آشوریان کوشیدند تا با فرورتیش مذاکره کنند. پس چندین پیک رو به نزد رهبر قیام کنندگان فرستادند. اونا همچنین با سکاها که اتحاد بعضی از طوایفشون با فرورتیش موجب تهدید قلمرو آشور شده بود، وارد مذاکره شدند. داستانو پادشاه سکا مذاکرات با آشوری‌ها رو پذیرفت و اسرهدون پادشاه آشور هم ناچار شد دختر خودش رو با اون نامزد کنه. طبق این بازی‌های سیاسی، سکاها از اتحاد با مادها خارج شدند و قیام مادها ناتمام موند. حدود سال 653 قبل از میلاد و 20 سال بعد از اولین حمله مادها، امپراتوری آشور با یک بحران داخلی و بزرگترین بحران سیاسی تاریخ خودش مواجه شد. شاماشوموکین برادر آشوربانیپال، پادشاه آشور، علیه اون قیام کرد و تونست متحدان زیادی از جمله بابلیان، کلدانیان، آرامیان و ایلامیان رو با خودش همراه کنه. در این زمان فرورتیش هم فرصت رو برای حمله مجدد به آشور مناسب دید. فرورتیش در سال 653 قبل از میلاد پارس ها رو متقاعد کرد برای آزادیشون تلاش کنند.
پارسا حرف اونو پذیرفتن و با مادها متحد شدند. در نتیجه مادها، پارسا و کیمیری ها به رهبری فرورتیش به آشور حمله کردند و به شهر نینوا، پایتخت آشور، یورش بردند. فرورتیش در ابتدا موفقیت‌هایی به دست آورد، اما متاسفانه در یک نبرد دیگه کشته شد. هرودوت در روایت خود از مرگ فرورتیش اینطور میگه: فرورتیش مشغول تسخیر آسیا بود و قوم‌های مختلف را یکی پس از دیگری مطیع خود میکرد تا اینکه به آشوریان حمله کرد. آشوریانی که در نینوا ساکن بودند و قبلا بر همه حکومت میکردند تنها مانده بودند، چون متحدانشون از اونها جدا شده بود. با این حال وضعیتشان خوب بود و قدرت نظامیشون رو حفظ کرده بودند. فرورتیش بعد از 22 سال سلطنت در جنگ با آشوریان کشته شد و بیشتر لشکریانش هم با او از بین رفتند. جورج کامرون معتقده که شاید بشه قبر فرورتیش رو در میان قبرهایی که در نواحی شمال شهرزور در صخره‌های کوه کنده شدن پیدا کرد. هرودوت جزئیات چگونگی شکست و مرگ فرورتیش رو نمیگه. برخی مورخان معتقدند که فرورتیش به دست آشوربانیپال کشته شده، اما در نوشته‌های آشوربانیپال هیچ اشاره‌ای به این پیروزی نشده. از اونجا که آشوریان همیشه از کوچکترین پیروزی‌های خود یاد می‌کردند، این موضوع رو نمیشه به راحتی پذیرفت. شاید شکست فرورتیش به کمک سکاها که متحد آشور شده بودند صورت گرفته باشه. برخی مورخان معتقدند که با وجود شکست فرورتیش از آشوریان، این جنگ زمین ساز نبردی شد که پسرش هوخشتره اونو تا سقوط دولت آشور ادامه داد. مرگ فرورتیش و کوچیک بودن جانشینش باعث شد سکاها از این موقعیت استفاده کنند، وارد ایران بشن و قدرت رو در دست بگیرن. سکاها قومی جنگجو اما بسیار وحشی بودند که در طی یک فترت طولانی تمام قلمرو طوایف ماد رو به باد غارت دادند. آبادی‌ها و قلعه‌ها رو به نابودی کشوندن و طوایف مانایی رو مطیع کردند. اونا اونقدر وحشی بودند که ارمیای نبی که یک پیامبر بود و در اون زمان زندگی میکرد، در کتابش به سکاها لقب هلاک کننده امتها داده و گفته اونها در همه جا نماد نابودی و مایه وحشت مردم هستند. در چنین شرایطی بود که یکی دیگه از فرزندان ایران پرچم آزادی خواهی و انتقام رو به دست گرفت. اون کسی نبود جز هوخشتر پسر فرورتیش. وقتی هوخشتر جانشین پدرش شد، سکاها 28 سال بود که قدرت رو در دست داشتند و به طور مستمر در حال غارت و جنایت در ایران بودند. اولین سدی که باید شکسته میشد پایان دادن به قدرت سکاها بود. هوخشتر برای این هدف نقشه‌ای در سر داشت. اون مادوویس پادشاه سکاها و تمام سرانشون رو به مهمونی دعوت کرد و در این مهمونی بود که بعد از مست شدنشون دستور داد تمام بزرگان سکا رو قتل عام کنند و اینطوری به فاجعه سکاها پایان داد. با این کار با کمترین خونریزی ممکن قدرت سکاها از بین رفت و از سرانشون انتقام گرفته شد. هوخشتر ارتش سکاها که سوارکاران حرفه‌ای بودن رو با ارتش ماد ادغام کرد تا ازشون بر علیه دشمنان ایران استفاده کنه. سکاها 28 سال در ایران زندگی کرده بودند و با فرهنگ مردم انس گرفته بودند و همچنین با ازدواج‌هایی که انجام گرفته بود پیوند خونی زیادی با مردم داشتند. در نتیجه ارتش سکاها بدون درگیری و زور وارد ارتش ایران شدند. هوخشتر اقدامات زیاد و مهم دیگه‌ای هم برای رسیدن به هدفش انجام داد. اون دژ و باروی هگمتانه رو چندین برابر محکمتر و بلندتر کرد تا هنگام حمله آشوری‌ها بهتر مقاومت کنه. همچنین با ساخت و سازهای زیادی به شهر هگمتانه زیبایی بیشتری بخشید. اون با بابلی‌ها که مثل مادها زخم خورده آشور بودن متحد شد، اما میشه گفت مهمترین اقدام هوخشتر نظم دادن به ارتش ماد بود. تا قبل از اون شریک‌های قبایل با رؤسای خودشون فقط در مواقعی که جنگ میشد
به اردوی ارتش ایران وارد می شدند و بعد از جنگ دوباره به زندگی عادی برمیگشتند. اما هوخشتره یک ارتش دائمی ایجاد کرد که سربازان ایرانی در اون آموزش می دیدن و مثل یک کار دائم بهشون حقوق تعلق می گرفت. همچنین تا اون زمان ارتش ایران اینطور بود که سوارکار و پیاده نظام و تمام سربازان دیگه در یک صف قرار می گرفتن و هیچ نظمی نداشتند. اما هوخشتره اولین کسی بود که رسته های منظم و جداگونه ای ایجاد کرد. مثلا رسته تیراندازها رو از شمشیرزنها جدا کرد. نیزه اندازها و سوارکاران هم هر کدوم دارای گردان جداگانه ای شدند. اینطوری قدرت ارتش ماد چندین برابر شد و مادها برای حمله نهایی آماده می شدند. در سال 626 قبل از میلاد آشوربانیپال امپراتور آشور درگذشت و دو پسرش با مدعیان دیگه درگیر کشمکش شدند. این موضوع امپراتوری آشور رو دچار هرج و مرج بزرگی کرد، به طوری که چند تا از ولایات آشور مثل فینیقیه و فلسطین از آشور جدا شدند. در این هنگام حاکم بابل نبوپرسر نام داشت. اون با اینکه دست نشانده آشور بود، حکومت آشوریان بر بابل رو مثل اهانت در حق خدایان خودش میدونست و از همون اول به فکر طغیان علیه اونا بود. زمان کوتاهی بعد از مرگ آشوربانیپال، دو تا پسرش در فاصله کوتاهی بعد از هم به پادشاهی رسیدند. در ماد، هوخشتره بعد از رفع مشکل سکاها و اطمینان از وفاداری پارسا، معابر کوهستانی زاگرس رو برای حمله به آشور باز دید. موقعیت تسویه حساب با آشور فرا رسیده بود. هوخشتره با ارسال پیام‌هایی به بابل با نبوپرسر عهد همکاری بست. در سال 614 پیش از میلاد ارتش بابل به مرزهای آشور حمله کرد، اما نتونست کاری از پیش ببره. همون زمان مادها از زاگرس گذشتند و به آشور حمله کردند. با ورود مادها حکومت آشور به شدت غافلگیر شد و بابلی‌ها تونستند پیشروی کنند. مادها اول استان آشوری آرابخار رو تسخیر کردند، در ادامه به سمت نینوا گام برداشتند و نینوا رو محاصره کردند. بابلی‌ها هم به کمکشون اومدند. هوخشتره میدید که شهر نینوا استحکامات بسیار محکمی داره و مشخص محاصره زمان میبره. پس قسمتی از ارتش رو مأمور کرد تا جلگه‌های حاصلخیز آشور رو غارت و خراب کنند. اون تصمیم گرفته بود که دشمنش رو کاملا منهدم و نام آشور رو از تاریخ پاک کنه. اینجا به خوبی مشخص میشه که سالها ظلم آشوریان تا چه حد باعث کینه مادها شده بود. مدتی گذشت، اما ارتش متحد ماد و بابل نتونست محاصره نینوا رو بشکنه و اونو تسخیر کنه. در نتیجه هوخشتره دستور داد به شهر آشور، پایتخت باستانی حکومت آشور، حمله کنند. ارتش ماد به سمت آشور حرکت و اونو محاصره کرد. ارتش بابل در این حمله تأخیر زیادی داشت، پس مادها به تنهایی با آشوریان جنگیدند و بالاخره تونستند شهر آشور رو تسخیر کنند. بعد از تسخیر شهر، ارتش ماد به شدیدترین شکل ممکن همه چیز رو نابود کرد. تنها چیزی رو که باقی گذاشتن کتابخونه یا مکانی بود که گلنوشته ها در اون نگهداری میشد. تمام خزائن و گنج هایی که حکومت خونخوار آشور طی هزاران سال جمع کرده بود به دست مادها افتاد.
بعد از مدتی نبوپلسر هم رسید و دو پادشاه نوخاسته در ویرانه‌های آشور و در اردوگاه مادها به طور رسمی عهد و پیمان بستند. هوخشتره با نوه نبوپلسر ازدواج کرد. همچنین پسر نبوپلسر که بختالنصر نام داشت با دختر هوخشتره که آمیتیس نام داشت ازدواج کرد. جالبه بدونید برج‌های معلق بابل که جزء عجایب هفتگانه باستان بود به دستور بختالنصر و به عشق آمیتیس ساخته شدند. چون آمیتیس زاده و بزرگ شده کوه‌ها و جنگل‌های زاگرس بود، اما بابل شهری گرم و بیابانی بود و باعث غمگین شدن آمیتیس میشد. به خاطر حل این مشکلات بختالنصر پادشاه بابل دستور داد برجی عظیم بسازند که دارای باغ‌ها و آبنمه‌های زیادی باشه. این برج اونقدر با شکوه و زیبا بود که در رده عجایب هفتگانه باستانی مثل اهرام مصر و دیوار چین قرار گرفت و یادش هنوز در ذهن مردم دنیا باقی مونده. برگردیم به ادامه داستان. 2 سال بعد از نابودی شهر آشور، هنوز شهر نینوا پایتخت اصلی حکومت آشوریان به حیات خودش ادامه میداد. نینوا همون شهری بود که پدر هوخشتره یعنی فرورتیش هنگام جنگ برای تصرفش جونش رو از دست داده بود. این بار مادها و بابلی‌ها از همون اول متحد شدند و شهر نینوا رو محاصره کردند. نینوا 3 ماه تمام محاصره بود و در این مدت 3 نبرد بزرگ هم بین طرفین رخ داد. در انجام در ماه امرداد سال 612 قبل از میلاد متحدان از طریق ایجاد سیل مصنوعی و خراب کردن حصار گلین شهر وارد شهر نینوا شدند. در همون روز که متحدین وارد شهر شدند، سین شرایشکون پادشاه آشور خودش رو میون شعله‌های آتش انداخت و به زندگیش پایان داد. متحدان شهر نینوا رو تصرف و تا بیخ و بن ویران کردند. سهم عمده این پیروزی و سقوط شهر رو مادی‌ها به عهده داشتند. با اینکه شهر نابود شد، اما بخشی از ارتش آشور به رهبری آشور اوبالیت تونستند در موقع جنگ از شهر بیرون برن و در حران پنهان بشن. در سال 610 پیش از میلاد نیروهای مادی و بابلی به هم ملحق شدند و به سمت حران حرکت کردند. آشور اوبالیت به دژ کارکمیش فرار کرد و حران تسخیر شد. بعدها آشور اوبالیت با یاری قوای کمکی که از مصر و لیدیه بهش اضافه شده بود دوباره به حران حمله کرد، اما نیروهای بابلی به کمک مردم شهر اومدند. آشور اوبالیت ظاهراً از اورارتو یاری طلبید، ولی همزمان مادها به اورارتو حمله کردند و به پایتخت اون یعنی توپا رسیدند. اینطوری دولت اورارتو به ماد ضمیمه شد. آشوریان ناچارن بازم به کارکمیش پناه بردند. اما سرانجام در سال 605 قبل از میلاد لشکریان بابل کارکمیش رو محاصره و تسخیر کردند. اینطوری آخرین میخ هم به تابوت حکومت خونخوار آشور زده شد. آشوریان 1350 سال با وحشیگری هرچه تمامتر به منطقه بزرگی از جهان اون روز مثل فینیقیه، فلسطین، مصر، بابل، ایلام و قسمت‌های غربی فلات ایران حکومت کردند. اما بالاخره به دست هوخشتره و اتحاد بابلی‌ها به اون همه ظلم پایان داده شد. مادها، بابلی‌ها و بقیه مردم تحت حکومت آشور آزاد شدند و هر کدوم حکومت دلخواه خودشونو برپا کردند. هوخشتره پس از فتوحات و پیروزی‌های فراوان و مطیع کردن کشورهای بسیار، این بار متوجه غرب ثروتمند و لیدیه و شهرهای تجاری یونان شد. دلیل اونم توسعه بیشتر امپراتوری تحت فرمانش و گسترش ارتباطات تجاری با غرب و شرق بود. سال 590 پیش از میلاد بود که دو قدرت بزرگ ماد و لیدیه وارد جنگ با یکدیگه شدند. علت شروع این جنگ
ظاهراً فرار گروهی از سکاها بود که به هوخشتر خیانت کرده بودند و به لیدیه پناه برده بودند. وقتی که شاه ماد خواستار تحویل دادن اونا شده بود، شاه لیدیه قبول نکرد. لیدی‌ها در این جنگ از چند نظر بر مادی‌ها برتری داشتند. مادها از سرزمین خودشون دور بودند، در حالی که لیدی‌ها در سرزمین خود می‌جنگیدند و در سپاهشون شماری از یونانیان را اجیر کرده بودند که در فنون جنگی بسیار ماهر و همچنین دارای سوار نظام ورزیده تری بودند. جنگ میان لیدی‌ها و مادی‌ها بیش از 5 سال طول کشید و در طی اون پیروزی گاهی نصیب مادها و گاهی نصیب دیگری میشد. با این حال مادها تونستند سپاهیان آلیاتس رو دفع کنند و اونا رو به سمت مغرب عقب برونن. اما به خاطر خستگی جنگاوران ماد ناشی از جنگ‌های طاقت فرسای اخیر موفقیتی قطعی به دست نیاوردند. در جریان نبرد هالیس بود که خورشید گرفتگی کاملی شکل گرفت و موجب هراس طرفین و دست کشیدنشون از جنگ شد. هرودوت مورخ یونانی نبرد بین ماد و لیدیه رو اینطور نقل میکنه: بین لیدی و مادها جنگ به پا شد و تا 5 سال طول کشید که در این سالها گاهی مادها لیدیها رو عقب میراندند و گاهی لیدیها مادها رو. آنها حتی در شب هم می جنگیدند. با این حال به جنگ با نتیجه برابر خود ادامه دادند. در 6مین سال نبردی در گرفت که تا جنگ شروع شد روز شب شد. مادها و لیدیها وقتی دیدند که روز شب شد دست از جنگ برداشتند و هر دو مشتاق بودند که صلح برپا شود. و کسانی که بین آنها صلح به پا کردند سینسیز از کیلیکیه و لابینتوس از بابل بودند. اینها کسانی بودند که هر دو را تشویق به سوگند خوردن کردند و مبادله ازدواجی را به پا کردند تا آلایتس دختر خود آرینس را به ایشتوویگو پسر هوخشتر بدهد، چون بدون یک رابطه قوی صلح پایدار نخواهد ماند. وساطت پادشاهان بابل و کیلیکیه برای برقراری صلح حاکی از ترس آنها از قدرتمندتر شدن و گسترش هرچه بیشتر ماد بود تا موازنه قدرت در منطقه حفظ شود، چرا که در صورت ادامه یافتن جنگ مادی‌ها بر لیدی‌ها چیره می‌شدند. اینطوری بود که رود هالیس یا قزل ایرماق کنونی مرز بین دو حکومت قرار گرفت. میشه گفت هوخشتر معمار اصلی ایران و اولین کسی بود که حکومت کوچیک ایرانی رو به یک امپراتوری بزرگ و ابرقدرت جهان تبدیل کرد. اون نه تنها مادها بلکه تمام اقوام دنیا رو از شر آشور نجات داد و همه رو آزاد کرد. یاد و خاطره این پادشاه بزرگ طوری در ذهن مردم جا گرفته بود که چندین سال بعد وقتی از ایالات مختلف علیه داریوش بزرگ قیام میشد، اونایی که از ماد قیام میکردن خودشون رو نواده هوخشتر معرفی میکردن. به این موضوع در کتیبه بیستون کرمانشاه اشاره شده. هوخشتر بعد از دوران زندگی پرشکوهش و گسترش حکومت ایران از غرب تا لیدیه و از شرق تا آمودریا به مرگ طبیعی از دنیا رفت. نتیجه کارهای هوخشتر جهان اون روز رو تکان داد و تا امروز هم روی مردم ایران تأثیر گذاشته. بعد از مرگ هوخشتر فرزندش ایشتوویگو جانشین اون شد. خب دوستان من، مجموعه تاریخ ماد اینجا تموم میشه، اما هنوز بررسی زندگی آخرین شاه ماد که همون ایشتوویگو است باقی مونده، ولی به دلیل اینکه زندگی این شاه به شروع حکومت امپراتوری هخامنشیان گره خورده، در نتیجه در قسمت‌های بعدی و تعریف داستان هخامنشیان به اون هم میپردازیم. امیدوارم از دیدن سرگذشت مادها لذت برده باشید. ممنون که با لایک و سابسکرایب از ما حمایت میکنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.